سلام به بچه گل یوتیوب. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید از چنل خودتون، یعنی بلاک شاپ. ما بچه امروز اومدیم فارم چوب رو بهتون یاد بدم. این فارم خیلی ایزی و راحته، البته زیاد اتوماتیک نیست دیگه. بهترین فارمی که تونستم واسهتون بسازم دیگه، بهترینشه. ناموسن اذیت نکنید، لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید، نوتیفیکیشن فعال کنید که بریم سراغ ویدیو. لچکو بزن بریم. خب برای بچه اصلی که اینجا میبینید رو ما میخوایم بارل میخوایم، سنگ میخوایم، هر نوعی فرقی نمیکنه، خاک میخوایم، چوب میخوایم، تنه چوب، بعد آپر میخوایم، واتر میخوایم، آب میخوایم، بعد تبر میخوایم، از این کلیدام میخوایم و چوب دیگه، درخت هم تنه درخت میخوایم. حالا فکر کنم این دوتا باشه بهتره، خیلی بیشتر جوابن تا بقیهشون. خب اول میایید یه 18 در 12 درست میکنید. خب ببینید باید اینجوری 1 2 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 17 18. بعد اینجا 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. باید یه چارچوب اینجوری بسازید. خب بعد میایید سب اینجا رو پر کنم، نباید زیرش خالی باشه. میایید اینجا سب کنید میکنم. خب برای چی میایید اینجا؟ خب یا اینجوری میزید. خب اوه نیست. خب بعد اینجا میایید اینجا رو میکنید کلا. نهایت فکر کنم تا اینجا باشه بهتر. اینجا یه دونه بیشتر میکنیم. خب بس اینجا رو کنیم به این شکل. اینجا رو میکنیم، یه هفته بلاک رو اینجوری میکنیم. خب اینجوری میکنیم، خب چرا میکنید اینجا رو همینجا آب میریزید کامل، همه رو آب بدید. حالا میید این گوشه. خب سب کن. خب حالا برای بچه اینجا رو خب به این روش به هم میکنید، اینجا رو بکنید. خب بعد اینجا میارم میکنید اینجا. خب این یه دونه پایین تر میکنیم اینجا رو. خب همین شکلی که میبینید یه دونه پایین تر میکنیم. حالا اینجا میایم وسطش رو پیدا میکنیم. سب وسطش این یکی این دو. خب برای بچه اینجا وسطش پیدا کردیم. حالا اینجا رو میکنید، میاد این ور اینجا رو سراخ میکنید. خب اینجا رسیدیم به چیزمون. اینجا تا بارال میذاریم. خب به این صورت. حالا میم این ور اینم میکنیم دو چسب اینجا باشه. حالا اینجا هاپرامون رو میذاریم. میشینید هاپراتون رو به این میزنید که ببین بچسبه. بعد بیاید اینجا رو خب اینجا رو آزاد میکنید. البته قبلش یه چیزی بهتون بگم، اینجا باید این کار بکنید. بعد اینجا یه دوباره آب میریزید، اینجا هم آب میریزید به این صورت که اینا بیاد وسط. خب اینجا رو فکر کنم اینو نمیخوام. خب این چی اینجا هم بکنید، اینش هم بکنید، این چست هم بیاد این ور. اشتباهش همینجا واسه زیبایی اینجا چست دیگه هم میذاریم.
اینجوری یه چیز دیگه هم میذاریم و گنگتر شه. خب صدا چسب هم بهتر میشه، میگم تا صدا نشه بازی نشه رب کنش. ولی خب اینجا ستا رو میذارید. حالا میده واسه تست. خب یه دونه چیه میندازیم پایین، ببینیم جواب میده. اینا رو میندازیم پایین، ببینید داره میاد. چست رو میاد. اول یه رو واسه خودتون میسازید اینجوری. خب این از رامون چست اینجا، این دوتا جواب خوبه، خدای خوبه. بعد خب میاد اینجا، یه دونه میاد بالا، یه دونه پس اول اینجا. خب سه تا فاصله بگید از اونجا، 1 2 3. حالا اینجا دونه رو بلند کنید یه ردیف. خب حالا این بیاید جلو. خب اینجا رو بکنید، حالا اینجا رو بیاید جلو. خب همقدر بس. حالا اینجا این فاصله میذاریم، اینو میذاریم. بعد یه دونه دیگه میذاریم. هر کدوم سه تا میذاریم بهتره. خب اینجا هم نگیره که جا نگیره. اینجا سه تا بذاریم. خب اینجا سه تا میذارید. بعد بیاید اینجا رو پشت درخت میکنید. خب هر چقدر بتونید درخت میکنید. اینجا رو هوا باشه بهتر. حالا یه چیزی که آدم رفت البته این نمیخواد. خب مثلا کد میارید. خب واسه اینکه بهتر روش کنم کد میارید، مثلا اینو روش کنم. خب اینجوری ببین اینجوری پیشم روش میکنم. خب حالا اینا رو روش بدید اینجوری. حالا اینجوری درخت میکنید. خب به همین صورت هر چقدر میخواید میتونید فقط باید تبر بیاید بالا، از بالا ماین کنید. خب میدونی اینجوری ماین میکنید هر چقدر چوب بخواید. و بعد که رسید پایین دوباره هم نور میکنید به همین سونه. دوباره اینا رو میذارید و بفرما. خب برای بچه به آخر ویدیو رسیدیم. اگه تا همین اینجا بودی و ویدیو رو کامل دیدی دمت گرم. امیدوارم خوشت اومده باشه. حتما لایک کن، ساب کن، کامنت بذار و نوتیفیکیشن هم حتما فعال کن. یه ویدیو جدید گذاشتم به اطلاع رسانی بشه. خب برای بچه اگه میخواید همین فرم اتوماتیکش رو بسازم، یعنی کاملا اتوماتیک، حتما ویدیو رو لایک کنید و شیر کنید که اگه 100 تا بازدید بخوره من اتوماتیکش رو حتما میسازم. داخل کامنت بگید که اصلا یادم نره. دمتون گرم. خدا نگهدارتون.